سپاس درود تماشابینان عزیز. چون ما گفتیم در از این کتابی که وعده کردیم باید کم کم بخونیم. سرشبی این کتاب از تولد زردشت می شود و درباره اولیای ها کی هستند. مثلا یعنی اولین بار با گفتن این کتاب زردشت در 7 سالگیش فرشته را می بیند و در 30 سالگیش بعد در 40 سالگیش همچون پیغمبر به حساب می رود. ولی گرچند که مثلا من با اینها باور ندارم، اینا همچون یک ولی زردشت رو همچون یک شخص بزرگ، یک فیلسوف، یک ملت دوست و یک میهن دوست میدونم، برای که در اینجا البته درباره کشتن، درباره دیگر ظلم کردن به دیگر ملت نیست، ولی او ملت خودش آریایی ها را ملت بزرگ نامیده است. و در اینجا همین نویسنده همین کتاب نمیشه میگه که ما آریایی ها را باید در اروپا در دیگر مکان نشوریم. آریایی ها همین خلقی امروزه تاجیک ها، فارس ها و بلوچ ها، دریچ ها همین چی را میگه فرزبان های ایران ها. بختیار ها همون یک نژاد دیگر در ایران است. میگه آریایی ها میان، ما باید دیگر آریایی ها را کفت و کوب نکنیم. و گفتیم چونه که سرشبی کتاب درباره اهورامزدا میشود که او دو روح آفرید، روح سپیتامانیو و انخرامانیو که با هم دیگر اونها چی دارند؟ جنجال و بربه و تا امروز بگویم که بین خود کنکورنسیا دارند، با گفته زبانی چیز بگویم. ولی زردشت در اینجا میگه که بدی و نیکی در همه جا است، لیکن انسان باید تماما از بدی دست بکشه و با کارهای نیکی دست ماند.